درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز 23 سپتامبر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شهلا گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه در حالی که هیئت تاجیکستان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا را ترک کرد، حامیان جوانی حکومت در دوشنبه دست به اعتراض زدند. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری تاجیکستان به مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. بانک آسیای رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره‌های خود را استفاده برده، همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق و نقش شبکه‌های اجتماعی در شکلگیری واسطه‌های اخبار عموم در زمان معاصر چگونه خواهد بود؟ اون فکت و رقم‌هایی که در این خبر فیسبوکی آماده بود تصدیق خود را نیافت. و اکنون تفسیر خبرها. هیئت تاجیکستان به نشان اعتراض از حضور نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک نشست بین المللی درباره حقوق انسان از شرکت در این نشست دست کشیده به وطن برمیگردد. همزمان اعتراض در تاجیکستان هم جای داشت. تشبسکاران جوان این اقدام با شیوه تند از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتقاد کردند. آنها میگویند این سازمان سیاست دوخوره دارد و برای تاجیکستان آرامی نمیخواهد. شعارپرتایی تظاهرگران در تاجیکستان به خاطر آن است که گروهی از مخالفان کشور روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو آزادی اعضای محکوم شده ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را طلب کردند. همکار ما از جای حادثه گزارش می‌دهد. بعد از ظهر 23 سپتامبر ده‌ها نفر از جوانان فعال به نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه آمدند و خواستند که مسئولان این سازمان به مراجعه آنها جواب گویند. در این همایش بیش از 100 نفر جوانان و گروه از زنان رویمالپوش که حدوداً 10 نفر بودند با عکس‌های مخالفین و شعارهای ضد تروریستی و اکستریمیستی اشتراک کردند. جوانان در دست عکس‌های محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، داداجان عطاالله خبرنگار تبعیدی تاجیک، شراف‌الدین گدایف یکی از پیشوایان گروه 24 را اول به زیر پایهایشان پرتافتند و بعضی از آنها را آتش زدند. بعد از آنکه مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا به نزد جوانان اعتراضگر حاضر نشدند، دانشجویان به در و دیوارهای دفتر این سازمان با پایهایشان زدند و سنگ انداختند، ولی در حال ماموران میلیسا بعضی از آنها را دستگیر کرده و به ماشین انداخته بردند. از این پیشتر دانشجویان و گروه از جوانان تاجیکستان به حضور مخالفان حکومت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی درباره حقوق انسان در شهر ورشو لهستان در دانشگاه‌های شهر دوشنبه اعتراض کردند و حضور آنها را در آن کنفرانس محکوم نمودند. صبح امروز در تالار دانشگاه طبی حدود 400 نفر دانشجویان و فعالان حضور داشتند. آنها گفتند که سازمان امنیت و همکاری اروپا سیاست دوخوره دارد و کشورهای اروپا به مکان جنایتکاران تبدیل یافتند. اعتراض در دوشنبه بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌هایی که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌نامند، روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو خواستار آزادی اعضای محکوم شده ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان شدند. همزمان به اطلاع ما در دانشگاه‌های ملی، طبی، اگراری، اسلاویانی، تکنیکی و دانشگاه‌های کلاب هم همین گونه جمع‌آمدهای اعتراضی برگزار شده است. از این پیشتر شام 20 و صبح 21 سپتامبر یک گروه از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه جمع آمده و مراجعتنامه را به کارمندان نمایندگی صحه تسلیم کردند. جوانان تاجیک در این مراجعتنامه از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواستند که از حمایت افراد جنایت پیشه دست بردارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. قیمت گاز مایع در تاجیکستان طی ماه روان بالا رفته تا 3 سومانی و 60 درم گران شده است. ماه پیش ارزش آن 2 سومانی و 80 درم را تشکیل می‌کرد. حدود 75% نقلیات جمعیتی و خصوصی و کارخانه‌ها در تاجیکستان از گاز طبیعی استفاده می‌کنند که در مقایسه با نرخ بنزین ارزان‌تر است.
مقامات تاجیکستان سبب اصلی یکباره بالا رفتن قیمت گاز را به کشورهای صادر کننده آن ربط میدهند که نرخ آن را قیمت کردند. در همین حال روسیه و قزاقستان بالا بردن ارزش گاز مایع را رد میکنند و میگویند نرخ این نوع مواد سوخت بی تغییر مانده است. حدود 90% گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان وارد کرده می شود. آن را چندین شرکت وطنی و روسیه وارد می سازند. نقش شبکه‌های اجتماعی در شکلگیری وسایط اخبار عموم در زمان معاصر چگونه خواهد بود؟ اون فکت و رقم‌هایی که در این خبر فیسبوکی آمده بود تصدیق خود را نیافت. در این باره کمی دیرتر صحبت خواهیم کرد و حالا یک خبر دیگر. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری ساحه‌های مختلف اقتصادی تاجیکستان و افزایش حجم صادرات نیروی برق به مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. با این هدف روز جمعه در پایتخت تاجیکستان بانک آسیای رشد استراتژی همکاریش با این جمهوری را معرفی نمود. سجیده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد. در چارچوب برنامه مشارکت استراتژی با تاجیکستان، بانک آسیایی رشد برای بخش انرژی، راهسازی، نقلیات، کشاورزی، بخش خصوصی و سمت‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان حدود 460 میلیون دلار جدا می‌کند. این اطلاع روز جمعه 23 سپتامبر در مراسم معرفی برنامه مشارکت استراتژی تاجیکستان با بانک آسیایی رشد در شهر دوشنبه اعلان شد. مدت اجرای این سند برای سال‌های 2016-2020 پیش بینی شده است. ونکای ژانگ، معاون رئیس بانک آسیایی رشد، در این همایش گفت در نظر از سال جاری در دایره این برنامه به تاجیکستان 140 میلیون دلار ارسال شود. با گفته ونکای ژانگ قرار است برای اجرای بندهای برنامه شریک استراتژی سازمان‌های مالی بین المللی و بخش خصوصی تاجیکستان نیز جلب شوند. بانک آسیایی رشد برای اجرای این استراتژی از ذخیره‌های خود را استفاده برده همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق این برنامه. او تاکید کرد که هدف اصلی این برنامه بالا بردن میزان رشد مجموع محصولات داخلی تا 6.5%، پایین بردن سطح فقر از 31% فعلی تا 20% در سال 2020 و افزایش استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2015 تا به 26 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2020 حساب می‌یابد. روز گذشته ونکای ژانگ، معاون رئیس بانک آسیایی رشد، ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک آسیایی رشد قصد دارد در سالهای 2016-2018 لایحه‌های تجدید و برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نارک، راه ماشینگرد فرغانتپه دنغره کولاب و راه وحدت جرگتال قرمیق را به معرض اجرا گذارد. فعلا حدود 785 میلیون دلار لایحه‌های بانک آسیایی رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی تاجیکستان اجرا می شود. و حالا گزارش وعدگی. در پایتخت تاجیکستان یک نشست بین‌المللی بخشیده به نقش شبکه‌های اجتماعی در شکلگیری واسطه‌های اخبار عموم به پایان می‌رسد. به قول همکارانمان زرانگیز نوروشو و فرزان محمدی در رفت بحث‌های دو روزه فکر واحدی در این باره پیدا نشده است. در حالی که بعضی‌ها شبکه‌های اجتماعی را پایه مستحکم رسانه‌های معاصر می‌شمارند، دیگران این منبع را ضعیف و غیر قابل اعتماد ارزیابی می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی هرچی بیشتر خواننده و شنونده‌های رسانه‌های خبری را از خود نموده، کار خبرنگاران و وسایط اخباری عمومی را هم به چالش روبرو می‌کنند. این نگرانی اخیراً در همایش بین‌المللی عاید به فعالیت رسانه‌ها در فضای رقمی و تهدیدها به آن صدا داد. عظمت نایف، تحلیلگر از قرقیزستان، میگوید رشد با سرعت تکنولوژی و استفاده وسیع تلفن و پلانشت‌ها هر یک نفر را به ژورنالیست مردمی تبدیل داده است. дело в том, что гап сари он аст ки хонанда ва тамошобин маълумоти босифат ва бо тавозун мехоҳад. ҳоло мо вазъи баръаксро мебинем. ҳамкасбони мо аз хабару овозаи дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашршуда истифода мекунанд ва талош мекунанд ҳар чӣ зудтар онро дар расонаҳои худ пахш кунанд. اما صاحب رسانه‌ها به این اندیشه راضی نیستند. دین مسلوه، رهبر سامانه خبری زنوزا کگی که در قرقیزستان همه روزه از این صفحه بیش از 30,000 نفر دیدن می‌کرده است، میگوید 95% خواننده‌ها به صفحه آنها از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک وارد می‌شوند.
Вот и хотелось бы просто отдельно рассказать про нашу эпопею на Facebook. То есть если все одамон аз тариқи пост ё хабарҳое ки дар фейсбук гузошта мешаванд ба сомона ворид мешаванд ва мо ҳам ҳоло ба тарҳи саҳифаи аслии худ аҳамият намедиҳем. Сомонаи мо аз як саҳифаи оддӣ бо хабару акс иборат аст. Мо тамоми талошамонро ба шабакаҳо равона мекунем. роҳҳои мухталифи ҷалби хонандаҳоро аз ин тариқ ба сомонаи худ месанҷем. Там просто отвечает алгоритм. ولی نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ضمن صحبت از استفاده شبکه‌های اجتماعی از جانب خبرنگاران گفت در تاجیکستان یک تجربه تلخ هم بود که از خبری که در فیسبوک نشر شده بود اون رو از اون استفاده کرده در یک نشریه مواد آماده کردن و این مواد باعث دعوای سودی شد و در مرافع سودی نشریه نتوانست اثبات کند که سرچشمه‌اش معتمد است و اون فکت و رقم‌هایی که در این خبر فیسبوکی آماده بود تصدیق خود را نیافتند. بحث‌ها اطراف تأثیر شبکه‌های اجتماعی به کار رسانه‌ها در حالی است که پژوهش‌ها معین کرده‌اند در 5 سال اخیر با رشد اینترنت مطبوعات تاجیکستان نصف از مشتریان خود را از دست داده است. در ضمن نمایشی ҳоло рӯ меорем ба қирғизистон. дар яке аз деҳаҳои ин кишвар мардум аз гаштугузори озод дар кӯча ҳарос доранд. сокинони деҳро тӯли чанд вақти ахир ҳамлаи шағолҳои гурусна ба даҳшат овардааст. абдулло ашуров дар ин бора қисса мекунад. дар деҳаи мамаҷони қирғизистон мардум метарсанд ки бегоҳ ба кӯча бароянд ва кӯдакон ҳам дигар пиёда ба мактаб намераванд. در این روستا شغالان پیدا شدند که به آدمان حمله میکنند، از قبرهای نو جسدها را بیرون آورده میخورند و استخوانها را در اطراف پهن میکنند. هر شب در نزد خانه شغالها لاس میکشند. کلانسالان به خاطر بخطری ما گفتند که ما دیگر پای پیاده نه بلکه با اتوبوس به مکتب رویم. در اینجا شغالها خیلی زیاد شدند، حتی یک مرد را تعقیب کرده از پایش گزیدند. مقامات محلی نقل‌های دهشتناک مردم را درباره آنکه شغال‌ها در گورستان ده خوجایینی دارند تصدیق می‌کنند. آنها حتی گورهای جانوران را خراب می‌کنند که می‌تواند باعث خروج اپیدمی شود. بیشتر از همه ما را آن به تشویش می‌آورد که شغال‌ها قبرهای نو را می‌کنند، جسدها را می‌خورند و استخوان‌ها را در همه جا می‌پرتویند. درباره دهشت افکنی این شغال‌ها در مقامات مرکزی نیز خبر دارند، اما تا هنوز برای کمک به مردم این دهه دست کوتاه دارند. ما با جمعیت شکارچیان قرارداد امضا کردیم. در مدت 1-2 روز دیگر مسئله مبلغ گذاری حل می شود و شکارچیان با پراندن این شغال‌ها آغاز خواهند کرد. شکارچیان میگویند شغال‌ها جانورانی عیارند، از این خاطر نابود کردنشان مشکل تر است. شکایت‌ها درباره آنکه مقامات ناحیه چاره‌اندیشی نمی‌کند واقعیت ندارد. ما نیز از چنین وضعیت نگران هستیم. حالا برای اندیشیدن چاره آمادگی می‌گیریم. دهه ممجان نزدیکی 3000 اهالی دارد. تا آن دمی که مقامات محلی بندی مسئله‌های بیوروکراتی هستند، ساکنان خود دست به کار شدند تا از حمله‌های شغال‌ها امین بمانند. طبق قانون برای شکار یک شغال حکومت 2000 سام می‌دهد که معادل $30 آمریکایی است، اما ساکنان این دهه نه برای مبلغ بلکه به خاطر امنیت کودکانشان این شغالان را شکار می‌کنند. و یک خبر آخرین ما در شرق توجیکستان با آموزش پیریاخوی قطارکوی پیوتر یک شروع کردند. این آموزش طریق چرخبال از سوی کمیته حالتهای اضطراری و سریداره گیالوگ توجیکستان به راه مانده شده است. قطارکوی مذکور با دهها پیریاخ خرد و بزرگ میان منطقه رشت با ناحیه ونج و درواز جایگیر است و با گرم آمدن اقلیم آبشوی آنها مشاهده می شود. تصمیم آموزش در حالی است که ماه گذشته شکسته‌پاره‌های پیریاخ قطارکوی پیوتر یک و آمدن سیل‌های خطربار در رشت افزایش یافته بود. بر اثر آبشوی و فروریزی پیریاخ به آب رودخانه شورک آن از مجرا بیرون شده و بیش از 10 منزل زیست در دهه کپلی ناحیه توجیک‌آباد را خراب کرد. و خبر و گزارش های بیشتر از این را شما می توانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه خودتان پیدا کنید.
ها